اندازه زیر که ما اجازه ندارم که پیش از تو اینجا استا چون تو اندازه از رو بگیری. خب ببر یه خیاطی دیگه ببر. ورزشکاری؟ اوش دست تو چیز کار کنی؟ من خب بگی که من یکم چیز پرسان کنم از تو با زنگ دیم بلده تو یک مسئله دیگه یکی پشت کالاش که خودت نمیایی. حالا تو چیز کار کنی که ما خودم بایم یا یک نفر دیگر رایی. سلام علیکم. خلیفه خوبی؟ بخیریم سلامتین سر شما خوب است؟ جان جوره بخیری؟ شکر زنده باشین خوش آمدین. شکر خوش باشید. بشین چیز آوردی؟ کومنی؟ این یک دونه شال است امیر کنم. خلیفه یک دونه کالا آوردم. بلده پنجشنبه امروز چندشنبه امروز؟ یکشنبه. در پنجشنبه امیر بلده از ما کوک. پنجشنبه میافته؟ آره دیگه پنجشنبه میافته. صحیح حساب سال کالا آورده. یک دونه کالای بخمله. خب. مکم کده چند متره کالای از اغلا آوردم. این 2.5 متره. خب چی رقم کالا جوردنی؟ کالا اون کمرچین دیگه. کالای کمرچین جور کرده. مقصد خوب شکو کنم ما دفعه اوله که ده اینجا دو. ماشیم چشم کوک منی. از کوکشی خیالت راحت بشه. وقت خیاطی کنم که در بسته قریه و منطقه کس در بسته شهر خیاطی نکردشه. این گشت کالای ببر بپش. هم تو شیک هم تندامی به که دیگه بیخی کلی قریه شما اینجا در لباس خیاطی خاطرش مطمئن باش. خب؟ آره. خود دیدش نه دیگه مقصد ما این چه بخشه چیزا موردم. چیزا بوده؟ اندازه. نه او تو قدر امزی کالا این کوکو. این کارو نمیکنم من. ما همون که خیاط نامیم همون که کالا خوبش کنم باز اندازش هم خود میگیرم. اندازه که خودت بگیری این کالا خوب جو بجان نه. نه او تو جور نمیاد. کالا خوب جو بجان ما اندازه میذاری که یک مویم فرق نداره. صحیح خاله جان اگر خیاطی خوب کار داری اگر لباس خوب کار داری ما اندازش خودم میگیرم. دیگه اگر قبول نداری میتونی دیگه خیاطا ببری. هیچ مشکل نداره. ولی من در خیاطی من که قسمی است که من اندازه رو خودم میگیرم. از روی کالا نمیگیرم هیچ وقت. چیکار از روی کالا از روی کالا گرفتی چی صاف میشه؟ حالا جان ما میگیم این کالا به اندازه جان میاد. اندازه میذاری که ما اجازه ندارم که پیش از تو اینجا استا چون تو اندازه از ما بگیری. خب ببر یه خیاطی دیگه ببر. نه در خیاطی دیگه بردم ما وقت نداشت کوک نمیتونه. خلاص دیگه اگر خیاطی از من قبول داری بهترین لباس کنم بهترین دیزاین کنم در جان تو شیک بیش نفهمیدی برای اندازه خودم میگیرم. اندازه دیگر رو من قبول ندارم. خب چطور کنم؟ خب یه دیگه گوشت چیز کار کنم مالی دیگه خیاطی ها نگرفتی کالا را شما وقت بیستی که چیز هستن ما هم فهمون تایدیل شما چیز ولی این تو اندازه میگیرم ما ممکن بگیم کالا این سعی از روی انزی کوکو ببر دیگه خیاط من اصلا کالایت کوک نمونم ببرم خیاطی که از روی لباس اندازه میگیره خوب شم همون کوک نه به نظرم ببرم این تسلیم که به درد سر بشه دیگه اما لباس رو سی کوک نمیم یا گبی دیگه میزی سر خیاط به بعد قچمای خون خوریدم به بیا بگر در گوشت چه اندازه بگر بیا چرا از اول نمیگی دیگه چوکی رو سو بده دامن چی دراز به کتابه دامن چی قدرم زوبه خب چادر تا پس کو دیگه ما از بله چادر نماز چی رقم اندازه بگیرم چادر پس نمونم چادر خشکا پس کنم من بس بله امزی اندازه بگر دیگه اینه جوری تو پس کو کالای خراب میشه این رقمی سعی کو اگه کالای شیک اگه کالای خوب شو میخوایی چادر پس کو که من اندازه صحیح بگیرم خاله بله امزی من اندازه گرفتم نمیشه از اون نمیشه اندازه من دقیق نمیاد تو چادر خوب سو بلی که من اندازه بگیرم خوب صحیح خدا نجات بده دست شما حیاتا دیگه خودتون فهمی گرو گردان تو دیگه پشت خدا رو بده باش ما هم لطماتی خوب زی سر کنم برو صحیح از همزین صحیح رست بگی خدا رو خمی جمع نگر
همین سایه؟ تو میفهمی شانه چقدر شانه؟ ماشاءالله ماشاءالله. خب 38. کم می طرف حساب چو؟ بازی بیار بازی خب. دیسک شبه بیار صاف. 55. خب بال بیار دیسک نه؟ این رقم دیگه. منش خود میگیرم. ما میگیریم تو بال بیار تو دیسک فقط میگیرم دیگه. این خود میگیرم ما فهم کس اندازه میگیری. اگر تو مفهمی خب ما اینجا ولی سخلم دیگه. دیسک بال بیار بازی. ماشاءالله ماشاءالله نه. همین قصه 37. آره 37. ورزشکاری؟ اوش دست تو چیز کار که ورزشکار دامن چه قسم میشه؟ قدرم زی کار لایم باشه. چی؟ خب صحیحه. کمر رو نمیگیری؟ خب کمر صحیحه دیگه. بال به دست دست. 32. ماشاءالله چی کمری. خب اینی قدر گرم است. این قدر گرم شلی خندخته که ما اندازه اخ نمیدیم. خب از روی چیم گرفته میتونیست؟ اما کالایت خراب شه خوبه یا همین قدر اندازه بدی خوبه؟ کالاش که خراب شنه ما در کل خیاطی ها نمونه کالای خود مورونی یک تو سر از من. خب زی نام تیز خاله؟ گلبخت. خب گلبخت شما تلفن خبیدی که ما باز زنگ دهیم بلده تو. شما تلفن چه او چاکیر این طرف کش رو بشی تو سعی بشی. بسیار جنجالی هستی تو. هم کالای خوب شی میخوایی هم باز جنجالیه. خب بگی شما تلفن خوا؟ شما تلفن ده چیز نیست. شما تلفن از خود خو بگی. میگم شما تلفن ده چیز نیست. ما پنجشنبه پشتن زی کالا یا خودم می آب بخرینم پشتی. دیگه چیکار داری؟ صحیح کو. در جریان نیکو گزی ما یک امی اندازه شی یا اشتباه میشه یا کمی یک بچی میخوایم اگه رقم دیگه بشنم که میخوایم زنگ دهیم بلده تمیر مشوره کنم که بس صبح روز خراب مت پس میریم که خاک داره هیچ خیال. ما کل مشتریایشم که ما بس دانه دانه پس زنگ میزنین خنجش در جریان کوک مشوره من بچیش چرخم بشنم قطعش چرخم بشنم لایش چرخم بشنم. خو یک مشتریایی که خیلی خاص بشه که کالای خوب بخواد همین کارو منی. نه گمش که از مرا مرخم که گفتم مرخمی رقم امزی کالای ملی این مرد پیشت میلم رقم امزی لکوک زنگ نزد ما بس پنجشنبه او کس رو پشت رین باید بود. تو چه جنجال نمی قدر مثل اندازه خودی خو اندازه‌ام جنجال آخر اندازه تی گرفتم. خب شما تلفن خو بگی که ما یکم چیز پرسان کنم از تو با زنگ دیم بلده تو یک مسئله دیگه یکی پشت کالاش که خودت نمی. آله تو چیز کار داری که ما خودم بایم یا یک نفر دیگر رای کنم. خودت بیایی کالایی که تو پیش از من میلی یک دیگه خیاط کنه دیگه سیستم کنه ما دیگه رفهم کنم خودت بیا کالای خوب چک کده سعی کده ببر بپش همین جایی بپش که اندام تو اینایت خوب صحیح باشه خوبم تو فیکس لباس اندامی قشنگ بیه از رو خاطر باز اینا لیک دفت که یک دیگه ما برد در خانه پوشیدین خراب شد بخصوص 20 سر از من میری من ایرم میگم که خود تو بیا در اینجی بپش سعی کنیم که در جان تو فیکس است از رو خاطر ببر کالاره شماره تلفن دیدن نمیتونم ما خودم سه پنجشنبه میام اگر که بچی شور زمانش اندنیم بود سامو زمان تو رام که دیگه ما شماره تلفن ندارم بگی شماره تلفن خواهد بگی که ما چیز کنم سمسه یکان چیزایش باز زنگ دیم بلده تو میگم شماره تلفن ندارم تو بخی بیا ویرس خودی ما شماره تلفن ندارم مرون دیگه این پلاستیک هم باشه که رفتم دیگه مشتری اخ ندیره ما منیم زی کالا پس میگم خب صحیح خیلی پنجشنبه خودت بی دیگه پنجشنبه پسمایی میای یگو کس را این دیگه یگو کس ما دیس یگو کس نمیدم لباس باید خودت بی خودی تسلیم میشی شماره تلفن هم نمیدی اقل شماره تلفن بیدی که ما زنگ دیم بلده که بگم فلان نفرم در لباس بیدیم یا نه اگر نمیدی باز پنجشنبه حتما باید خودت بی خو یک کار منم دیگه پنجشنبه حتما خودت بی خیلی باش چالا مشتری جنجالی بودی دوستای عزیز سلام و احترامات خدمت یک شما بنده های خوب ما و همچنان خیاط های نازنین امیدوارم که احترامتان نگه داشته شده از جایگاه خیاطی سلام های خود عرض کنم دیگه امیدوارم که همگیتان خوب و خوش و سر حال باشین دیگه در هر گوشه و کنار دنیای قشنگ هستین زبیده جان
عزیزان دوستای نازنین ما سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم در هر کجای دنیا که هستین لحظات خوب و خوش را داشته باشین. نازنینا قسمی که میبینین امروز کریم جان خیاط است، منم مشتریش هستم دیگه. یک دانه لباس سالگش آوردم دیگه، لباس هم که نمیفهمم چه رقم دو میدوزه نمیدوزه. بخیر دوستای عزیز و نازنین، طنز را که ما امروز کار کردیم به این خاطر بود که یعنی انعکاس میتیم ذهنیت هایی که نسبت به خیاط در جامعه وجود داره. یعنی طنز را که ما امروز کار کردیم یا آماده کردیم پیامش است که دیدگاه مردم نسبت به خیاطا چی چیز است. یک تعداد مردم البته کل مردم هم نیستن، یک تعداد زیاد مردم ها هستن دیدگاهشان نسبت به خیاطا متاسفانه منفی است، در حالی که در حقیقت همچین چیزی نیست. خیاطی بیچاره کوشش میکنه که لباس خوب بدوزه، کوشش میکنه اندازه صحیح بگیره و اما تو دقیق لباسا دوخته شه با رضایت مشتری خود داشته باشه. ولی مردم که و این فکر میکنه که چون با همون ذهنیت از خانه مثلا میره پیش خیاط که باش که این تو شنیده دیگه در موردش مردم ها زیاد میگن خیاطای رقم است. خو یگان تا خیاط هم من غلطی کرده یا کلا طرف شاید مثلا یگان تا فکر که از 100 تا یا هزاران تا یک دانه کار کرده باشه که کلا فکر و ذهنیت مردم نسبت به خیاط و خیاطی منفی شده. یعنی ما خیلی زیاد دور بر حتی ایره میبینیم که مردم کسته اصلا خانمای خود اجازه نمیده پیش خیاطی مردانه بره دیگه. بسیار زیاد، خیلی زیاد است. یعنی این ذهنیت پیش مردم خیلی هم بزرگ شده، خیلی هم کلان شده و مردم به می معتقد است و خانمای خود اجازه نمیده که پیش خیاطیای مردانه بره، در حالی که ما خیلی خیاطای خوب، خیاطای شریف، خیاطای صادق هم داریم که واقعا همچین چیزی که مردم تصور میکنن مثل الحمدلله مثل عالی دیگه. و رقمی نیست این گپ از ما چی شد چی میگه تایید شد. این رقمی نیست دوستای عزیز. امیدوارم ذهنیتتان نسبت به خیاطا، نسبت به دکترها دیگه تغییر کنه. کلش این رقم نیست. یعنی گفت مردم که جنگل تر خشک داره، ولی خیاط باشه ولی دکتر باشه از 100 تا یک تایش خراب است نمیشه که بس کلگیشن قضا خوبم داره نمیسلی من خوبم داره. این مثل کریم جان چیه خیاطی پروفشنال لوکسی جنگ ماشین انتیک دیگه. دوستای عزیز آره طنز امروز تحت عنوان خیاط چشم سفید درست است. امیدوارم که مطابق میل شما باشه، برای شما یک چند دقیقه خنده داده باشه، پیام مثبت داشته باشه و همچنین یک چی باشه الگویی باشه برای خیاطای نازنین و در خیاطایی که از راه بیرون است و خیاطایی که در راستن خانهشون آباد. دیگه دوستای عزیز اینی بود از طنز امروزی ما که در رابطه با خیاطا بود. امیدوارم خیاطای عزیز ما آزرده نشده باشه. یک طنز است، یک پلانی است که یک لحظه دوستای عزیز ما بیننده های ما که میبینن یک کمی خنده بر لب داشته باشن، بخندن در این روزگارهای. در حقیقت داره کریم جان ما شخصا این طنز را وقتی که گفتم جور کنیم به خاطر از اینکه از مثلا از جالبیتش کده از این کده خنده زیاد داشته باشه. منظور می بود که پیام داشته باشه برای مردم، به خاطر از اینکه حقیقت جامعه ماست، چیزی است که در ذهن مردم ما جای داره دیگه. به او خاطر خواستیم که همون تو یک کلیپی در شروعش داشته باشیم از اینکه چه رقم پیش خیاط میریم، چه رقم اندازه میتیم و اینکه در آخرش مثلا گپ سخن هم باید دوستا داشته باشیم که وقت یعنی در مورد خیاطا اینقدر بدبین نباشیم. کل خیاطا و رقمی نیست که ما شما فکر میکنیم. خیاطای خوبی هم مثل کریم جان هست دیگه. واقعا خیاط من خودم شخصا تا این میال را تا این امروز را او رقمی که مردم میگن مثلا درباره خیاطا بد میگن ما اصلا ندیدیم، متوجه نشدیم و همیشه لباسای خود را در خیاطی هم میبرم، اندازه هم میدم، ولی همچین چیز را که مردم میگه وجود نداره دیگه. نازنینایی که از روی تابمیل شاید بعض خیاطا ناراحت شد. امیدوارم ویدیو تا آخر ببینن و متوجه شد که هدف و پیام ویدیو ما چیست. بله دوستای عزیز دیگه تا برنامه بعدی که بازم موضوع جان کدام کس دیگه را هدف قرار میدیم یا کدام بخش یا کدام حرفه دیگه دوستای عزیز یا کدام طنز بسیار جالب دیگه خدمت شما خود داشتیم. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. ما را زایتان فراموش نکنید. زای دل دوستتان داریم. خدا نگهدار.